شما بیننده خبرها از استودیوی هرات هستید. 6 فیلم کوتاه از فیلمسازان هرات درباره حفظ محیط زیست در سالن اداره اطلاعات و فرهنگ به نمایش گذاشته شد. در این میان از فیلم نفس تازه ساخته فرزاد صمیمی که پیش از این در یک جشنواره بهترین فیلم شناخته شده بود تقدیر شد. همچنین مسئولان در اداره حفظ محیط زیست هرات امیدوارند تا هنرمندان با آثار هنری بتوانند از آسیب زدن به محیط زیست پیشگیری کنند. آصف جاهد در این زمینه گزارش می‌دهد. باز هم دشواری بنیادی برای نمایش دادن فیلم نبود سالن استاندارد سینما بود. فیلم‌ها اینگونه بی‌کیفیت برای حضار در این سالن به نمایش گذاشته شد و گله فیلمسازان هم همین باره بود. ولی اصل موضوع نمایش فیلم محیط زیست و نگهداری از آن بود. 6 فیلمی که از فیلمسازان هرات در اینجا به نمایش گذاشته شد، همه درباره چگونگی نگهداری از محیط زیست بود. فیلم‌های کوتاهی که هر کدام 1.5 دقیقه‌ای بود و به گونه‌ای آسیب زدن به محیط زیست را به چالش کشیده بود. نصر احمد فضلی، رئیس اداره محیط زیست هرات، خوشبین به این است تا هنرمندان در این زمینه پرکنش‌تر باشند تا درباره نگهداری از محیط زیست آگاهی رسانی کنند. من با یقین کامل گفتم میتونم که هرات در جایگاه بسیار عالی قرار میگیره و از لحاظ محیط زیستی ما همونطور که در سطح افغانستان جایگاه ویژه‌ای داریم، در سطح هنر و در سطح مسائل محیط زیستی بیشتر از این رشد خواهیم کرد. در این میان نمایش فیلم نفس تازه ساخته فرزاد صمیمی، فیلمساز جوان هراتی که چندی پیش در جشنواره‌ای در زمینه نگهداری از محیط زیست بهترین فیلم شناخته شده بود، تحسین تماشاگران در این سالن را برانگیخت. فیلم درباره قطع درختان است و آسیبی که این کار می‌تواند به تندرستی انسان برساند. داستان فیلم در مورد قطع درخت‌ها هست، محیط زیست و کاری که من ساخته بودم در مورد قطع درخت‌ها هست که قطع درخت‌ها باعث میشه که محیط زیست آلوده بشه و مشکلات تنفسی برای انسان‌ها وجود بیاید. در مورد از این فیلم کوتاه ساخته بودم. در سالهای گذشته بارها به این باره چه در تئاتر و چه در سینمای جشنواره‌ای پرداخته شده است. نمایش‌های تلویزیونی هم در زمینه نگهداری از محیط زیست ساخته شده که از دید عبدالکریم محمدیار، مدیر افغان فیلم در هرات، کارا بوده است. او پافشاری می‌کند که نیاز است تا در این زمینه بیشتر کار شود تا نگهداری از محیط زیست به یک فرهنگ دگر شود و از دید او این را سینما به بهترین شیوه می‌تواند انجام دهد. نهادهایی که ذی‌دخل باید زمینه را مساعد بکنند برای فیلمسازی و در بخش محیط زیست. ما در چند سال حدود 8 تا 9 سال میشه که ما با محیط زیست فیلم می‌سازیم. جشنواره برگزار شده، جشنواره عکس فیلم که اینا هم تحصیلات خورده شده و از استقبال هم شده. بارها مسئولان اداره حفظ محیط زیست از آلوده‌تر شدن آب و هوا، آب‌های زیرزمینی و افزایش موتورهای دودزا در شهر هشدار دادند. آنگونه که این مسئولان میگویند نیاز است تا درباره چگونگی نگهداری از پیرامون زندگیمان آگاهی رسانی بیشتری شود تا در آینده با دشواری‌های بیش از این روبرو نشویم. آنان بهترین راه را رسانه‌ها و تبلیغ از راه نمایش فیلم‌ها و نمایش‌های اینچنینی می‌دانند.